میدانید افسردگی چی است؟ چی نوع در وجودمان بروز می کند و چگونه درمان می شود؟ این پرسش ها را در برنامه امروزی با جناب استاد مطرح خواهیم ساخت و با آن پاسخ خواهم داد. د مشرانو جرګې ټلویزیون قدرمن لیدونکو په سلامونه او نیکې هیلو مو هرکلی کوم. دا د یو ځل بیا زه نوید شینواري د تغییر خپرونې په وړاندې کولو سره تر راتلونکي یو ساعته پورې ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. قدرمنو لیدونکو، تاسو هم کولی شئ په دغې خپرونې کې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې او اندونه له موږ سره شریک کړئ. په خپرونه کې سره مېلمه استاد محمد ابراهیم عزتی روانشناس ده. جناب استاد ډیر زیات ښه راغلاست خپرونه ته. تشکر، شما خوش باشین. سلام خدمت شما، همچنان سلام خدمت بیننده‌های محترم. امیدوار هستم که از این گزند روزگار که ناشی از کرونا هست در امان خدا باشه. بسیار زیاد سپاس جناب استاد. در قدم نخست یک تعریف و دید شما می داشته باشیم در مورد چیستی افسردگی، این که افسردگی چی است؟ واقعا موضوع داغ امروز است که شما یادآوری کردین. از دیدگاه مسلکی و یعنی روانشناسی تعریف خود داره، از لحاظ اصطلاح عامیانه تعریف و معنای خاص خود را داره. خود حالت انسان که از لحاظ فکری اختلال در با میان بیاید در ذهن و فکر فرد نسبت به عوامل بیرونی و درونی خود فرد و اختلالات سبب اما روند زندگیشه که مختل بسازه و نتونه که درست فکر بکنه، سر موضوعات حاکم باشه و بالاخره به افسردگی که دامنگیرش میشه سرانجام فرد ناتوانی‌های ذهنی خود را می داشته باشه و نسبت به افکار و اعمال و گفتار خود دلسردی و همچنان عدم علاقمندیش و دلگرمی نسبت به پدیده های اجتماعی و روند زندگی کم و کمتر میشه. بله جناب استاد، یکی از مبحث‌های خیلی عمده در بحث افسردگی چرایی و چگونگی افسردگی است. این که چرا و چگونه در وجودمان بروز میکنه؟ بله، افسردگی یعنی اما اصل تعادل فکری خود نسبت به غم‌های دنیا، نسبت به تفکر بی اندازه که توانایی حل مشکل پیدا کردن نتانه و همچنان فرد وابسته به یک چیز مطلق باشه و ناتوانی‌های خود را احساس بکنه نسبت به همه سختی ها و مشکلات جامعه و او فایق نبیه، به یک سلسله افسردگی ها مواجه میشه. و همچنان موضوعاتی که بیشتر مسئله را مورد نظر قرار میتیم از دیدگاه روانشناسی و به خصوص دپرشن یا افسردگی فرد که با آن مواجه میشه از دیدگاه روانشناسی او نیوروز ها است. یعنی فرد اما از حالت بیخودی و از حالت عادی چندان نمی برای ارگاس به سایکوز مواجه شود. در این حالت است که فرد از حالت خودی و تعادل اما نه تنها فکری و روند زندگی باعث یک انسان از دست میته. پس انسان های افسرده همیشه مرضی که به نام نیوروز است مبتلا میشه. پس اینجاست که انسان های افسرده کوی عبارت از ما از لحاظ اصطلاحی که به نام غم، اندوه، جگرخونی، عدم سازگاری نسبت به پدیده ها و نسبت به محیط خود می داشته باشند، اینجاست که نسبت به عوامل بیرونی انسان ها به افسردگی و پریشانی دچار میشن. جناب استاد، شما از علائم یادآوری کردید. امروزه در بحث روانشناسی این موضوع ثابت شده است که افسردگی می تواند دارای شرایط مختلف باشد، البته با سن و سال مستقیما در ارتباط است. اما علائمی که در افراد اکثریت بروز میکند کدام علائم است؟ خب علائم بیشتر داره و نسبت به عوامل فرق میکنه. زمانی که انسان به افسردگی مواجه میشه یعنی دپرشن میگیریش، از حالت ابتدایی باز به وخامت میره. حالت ابتداییش بی‌علاقگی، کم اشتهایی، روز به روز ضعیف شده میره، رنگش پریده میباشه و نسبت به همه
اطرافیانش کم علاقه میشه نسبت به وظایفی که داره، کم علاقگی نشان میده، ابتکار و خلاقیتش کم میشه و درست فکر نمیکنه. به یک نکته مبهم و مجهول او سرگردان فکری می باشه، اصل تعادل فکری و تمرکز فکری خود دست میده. اینا همگیش علائمش می باشه و همیشه محجور و رنجور احساس میشه و دیگران میبینن و خود از این یک سلسله گرفتگی های فکری را به ناشی از خود فرد تبارز میکنه و همین علائم است که واقعا دیگرها اطرافیانش احساس میکنه که فرد به یک مشکل افسردگی مواجه است. پس کسانی که لحاظ دیدگاه روانشناسی تحقیق میکنن و مطالعه دارن، آگاهی دارن، معلومات دارن، فرد واقعا افسرده فکر میکنن، یعنی به واقعیت در راه افسردگی روان است. و افرادی که واقعا معلومات از نقطه نظر دپرشن، افسردگی علمی و اکادمیک و روانی ندارن، فرد میگن که بسیار دل گرفته، جگرخون و همیشه گوشهگیر می باشه. تصور میکنن و چنین چیز را احساس میکنن، میبینن. پس خود این گوشهگیری فرد علائم افسردگی است که واقعا فرد اما تعاملات اجتماعی خود از دست میده. جناب استاد، کدام افراد با بیماری افسردگی بیشتر دچار می شود و کدام افراد باید خود بیماری افسردگی را جدی بگیرند؟ واقعا افسردگی در مراحل مختلف سنی انسان به او که میرسه سردچار هم میشه، یا کم می باشه یا زیاد می باشه نسبت به عوامل بیرونی. بله. بیشتر عوامل بیرونی داره که صورت میگیره. کودکان همچنان افسرده میشوند، اطفال افسرده میشوند، نوجوانان افسرده میشوند و حتی تا 20 سالان هم افسردگی داره. ولی در دوره‌های مختلف بیشتر نوجوانان و جوانان به افسردگی مواجه می شوند و شدتش بیشتر می باشند، چون افکار پریشان بسیار زیاد اینا پیدا می کنند نسبت به خواستهایی که دارند و به خواستهای خود که انسان نمیرسه به افسردگی، خصوصا جوانان و نوجوانان به خواستهایی که از توقعات بالا می باشه از دیگران می داشته باشند و به او توقعات خود نمیرسند و روی یک احساسات که اینا قرار می گیرند بالاخره به افسردگی مواجه میشن. یعنی سن نوجوانی بیشتر به افسردگی مواجه میشن و سن جوانی هم همچنان. و اطفال که والدین خود دست میده و والدینی که بیشتر از لحاظ تهدیدات روانی و لحاظ لطکوب که و اطفال خود می داشته باشند و استعدادشون سرکوب می شود، اطفال از این دیدگاه هم با افسردگی و گوشهگیری مواجه می شوند، خصوصا اطفالی که پدر و یا مادر خود دست داده باشند. جناب استاد، اطفال در حالتی که رشد می کند با مقاطع مختلف روبرو می شود و بعض وقت این مقاطع با دچار افسردگی نیز می شود. دلیلش را در چی می دانید؟ خب اطفال بیشتر خواستهای طفلانه دارند. علاوه منطقی و عقلانی در مراحل رشد آنقدر یعنی به بلوغ فکری نرسیده، پس خواستی که داره به خواستش که توجه نمیشه به افسردگی می روند. پیشتر عرض کردم که والدین که بیشتر سرکوب بکنن اطفال خود، از لطکوب کار بگیرن، از تهدید کار بگیرن، یعنی از نقطه نظر شفقت و مهربانی بیخبر باشن و والدینی که اطفال خود شفقت نداشته باشن، مهربانی به روش‌های محبت آمیز و آنها را نگرفته باشه و هر آن چیزی که اطفال میخواین به دلایل خوب و قناعت از اون حاصل نکنه، اطفال به افسردگی مواجه میشن. و همچنان یکی از دوستای خود دست بتن و یکی از اقارب نزدیک خود دست بتن و خصوصا پدر یا مادر خود دست بتن، اطفال شدیداً به افسردگی مواجه میشن. بله جناب استاد، به شما نیز دوباره برمیگردیم و دوستان عزیز شما نیز میتوانید در این برنامه به گونه زنده تماس گرفته پرسش ها و دیدگاه هایتان را با ما مطرح سازید. پل ارتباطی میان ما شما شماره تماس است که برای پرده های تلویزیونتان تماشا میکنید. جناب استاد، آیا نژاد با افسردگی ارتباط مستقیمی دارد یا خیر؟ چون در بحث نژاد بیشتر افراد کشور ایالات متحده آمریکا را مثال میزند که مردم سیاه‌پوستشان نسبت به سفیدپوستان دچار بیماری افسردگی بیشتر میشن. از دیدگاه شما بله. ببینین
خب ما نسبت به محیط افسردگی تاثیرات خود داره، نسبت به عوامل تاثیرات خود داره و امریکایی‌ها و یا اروپاییان واقعا از نقطه نظر ساینس و تکنولوژی مردم پیشرفته هستند، علاوه اقتصادی پیشرفته هستند. کدام مشکلاتی که نسبت به ممالک آسیایی به خصوص افغانستان دارن، از این نقطه نظر ما می‌بینیم که مردم مرفه هستند. قانون وجود داره، قانونمندی وجود داره، تطبیق قانون وجود داره، نباید که آنها بیشتر به افسردگی مواجه باشند. بله. ولی چند چیز است که آنها بیشتر به افسردگی مواجه میشن. یکی که دوری نوجوانی از اونا میرسن، بسیار به احساسات و تصمیم گیری عجولانه دارن نسبت به برخوردایی که به سن قانونی خود میرسن، از خود یعنی یک اختیار آمتام لحاظ قانون پیدا میکنن، ولی تجاربشان کمتر می باشند. در این حالت است که همین جوانان و رو به جوانی که پای گذاشتن زود به افسردگی میرن، روی احساسات کار میگیرن و افسرده میشوند و تا رفته رفته این افسردگیشان به وخامت می انجامه که دست به خودکشی میزنن. یک مسئله دیگر اینجاست که آنها به مواد الکلی بسیار اونا علاقمندی دارن و از مشروبات الکلی بیشتر استفاده میکنن مردم. وقتی که از مشروبات الکلی استفاده میکنن به افسردگی و عصبانیت بسیار، یعنی اعصابشان ضعیف میسازه، سلولای عصبی را ضعیف میسازه، رشته‌های عصبی را حساس میسازه، بنابر هر چیز زود احساسات نشان میده و زود تصمیم میگیرن و عصبی مجاز بار میان. وقتی که عصبی مجاز بار آمدن زود به افسردگی میروند و همینجاست که دست به خشونت به خود و به دیگران میزنن. این دو عامل دیگه است. و عامل سومی اینجاست که لحاظ تبعیض نژادی تاثیرات خود داره که فرق بین مثلا پولدار و غریب اونجا وجود مطرح بحث می باشه. این هم انسانایی که به غربت زندگی خود دارن، یعنی به فقر اقتصادی مواجه هستن، دسترسی به بسیار نیازهایی که دارن پیدا کردن نمیتونن، نقطه نظر اقتصادی به افسردگی مواجه میشن. و موضوع نژادی اینجاست که تبعیض سفید بودن سیاه بودن پوست ها از نقطه نظر یعنی کم میبینن، دست کم میگیرن، کم میزنن، یعنی خود والا و عالی میدانن سفید پوستا سیاه پوستا را، که چون از قدیم از نقطه نظر تاریخی که اگر ما مطالعه بکنیم امریکا را، بیشتر سیاه پوستا را به شکل غلام و کنیز میگرفتن و همینجاست که بالای از اونا باعث یک برده و غلام هر کار شاقه را انجام میدادن. همینجا بود که اونا به بیشتر به افسردگی مواجه میشدن و انواع از مظالم بانای از اونا صورت میگرفت میکردن، پس اینا به افسردگی مواجه میشدن که خوشبختانه موضوع بین المللی از نقطه نظر تبعیض نژادی در مجموع در کره زمین مطرح بحث شد که انسان صفات عالی داره و این یک نقطه نظر نژاد طبعا هر چیز به خاطر شناخت هم دیگر، یک تمایزات، یک اختلافات نقطه نظر رنگ پوست و رنگ موی و قد و قامت و سایر خصوصیات انسان ها، همینجاست که خداوند و طبیعت اینا را به می شکل هست کرده که باید تمایز داشته باشند، اختلاف داشته باشند تا بتونن فرق نسبت به هم دیگر خود داشته باشند. ولی از نقطه نظر انسانیت و انسان بودن و آدمیت بودنشان، آنها یک خون و یک سلول یک پوست هستند که اینا ساختمانشان به وجود آمده به حیث یک انسان خلق شدن به دنیا تا اینا بتونن فعالیت های انسانی خود داشته باشند. همین برکشی بیشتر باعث این شده بود که در امریکا شما سوال کردین به افسردگی مواجه شوند. بنان حالا این مسائل بسیار کمتر است، ولی به یک شکل اشکال دیگر مسائل تبعیض و مسائل که خاص و نیاز انسان ها اینجا وجود داره، انسان ها به اون نمیرسه، در مجموع یعنی تحت استثمار و استعمار قرار بگیره او کشور توسط کشورهای دیگر، افرادش پس اینجا چی میشه؟ به افسردگی مواجه میشن. یکی از مشکلاتی که در عرصه زندگی امروز ما ملاحظه میکنیم دنیا را به خصوص افغانستان، یکی از عوامل بیشتر که انسان به افسردگی مواجه ساخته و مواجه میسازه و بیشترتر شده میروه مسائل جنگ است.
اما عمده ترین مسائل که انسان به افسردگی میکشانه دو چیز اساسی است که باید انسان ها به نظر بگیرن. یکی مسئله جنگ است و یکی هم مسئله اقتصاد است. یعنی انسان هایی که غریب هستند، مشکلات اقتصادی دارن، زود به افسردگی میروند. بله جناب استاد، در مبحث تفاوت های جنسیتی آیا زنان بیشتر با نسبت به مردان به بیماری افسردگی دچار هستند؟ اگر هستند دلیلش را در چی میدانید؟ بله، از نقطه نظر جنسیتی و واقعا اختلافاتی که بین زن و مرد وجود داره، نسبت به مردا زنها زود تصمیم گیر میشن در هر چیز. یعنی بی تأمل چیزی میگن، بی تأمل عمل میکنن. یکی از دلایلش عاطفه بوده میتونه؟ بیشتر عاطفگی زنها نسبت به مردا باعثی میشه که به افسردگی مواجه شوند. یعنی زود پشیمان میشن از آن چیزی که بعداً میفهمن، درک میکنن، به پریشانی و جگرخونی مواجه میشن. جگرخونیشان به افسردگی مواجه میشن و طبقه اوناست بیشتر خواستهاشان بیشتر میباشن و بیشتر در مسائل جزئیات فکر میکنن تا مردها است به مسائل نه تنها جزئیات بلکه بر کلیات فکر میکنن و طبقه اوناست بیشتر به جزئیات فکر میکنن، یعنی خردگیر میباشن. یعنی بعضی انسان ها هستن که به اصطلاح عامیانه او را میگن که زیرزیری، افراد زیرزیری زود به افسردگی و جگرخونی مواجه میشن. پس طبقه اوناست نسبت به مردا زود به افسردگی مواجه میشن و این چیزی است که واقعا نسبت به معاطفهشون میباشه، نسبت به جنسیتشون میباشه. بله جناب استاد، تحقیق تازه که صورت گرفته بود توسط سازمان صحت جهانی البته در کشور افغانستان، اونا یافته هایشانی بودن که بیش از 75% مردم افغانستان به بیماری افسردگی دچار هستند و بیش از 90% از خانواده های افغانستان باید به یک روانشناس مراجعه کند. خوب، دلیل این همه افسردگی را در چی می‌بینید جناب استاد؟ بله، دمی اواخر از 4 دهه به این طرف، یعنی از ابتدای دهه اول که سال 71 به این طرف می‌بینیم پیشتر از او کمتر بود. از سال 70 یعنی کمتر بود، از سال 71 به بعد آهسته آهسته زیاد شده در افغانستان تا به امروز. ارقامی که گرفته شده، اما شواهدی که وجود داره، مطالعات و تحقیقاتی که در افغانستان وجود داره، چی به شکل داخلی و چی به شکل خارجی. یعنی چیزی که شما سوال کردین، مردم ها واقعا به 75% به دپرشن یا افسردگی مواجه شدن. چند عوامل عمده است که این مردم ها واقعا قبلا نبودن. یک کشور بسیار با نفوس کم بود قبل از دهه 70 و یک کشور بسیار با آب و هوای بسیار پاک و منظم بود و مردم هم دیگر پذیری خود را داشتند و افکار بیرونی در افکار مردم رخنه وارد نکرده بود، چی از دیدگاه تعلیمی و تربیتی باشه، چی از دیدگاه فرهنگی باشه، چی از دیدگاه سیاسی باشه و بیشتر دخالت های سیاسی اینجا صورت گرفت، بیشتر دخالت های فرهنگی اینجا صورت گرفت. ذهنیت مردم ما را تغییر دادن. اما نسبت به جنگ که واقعا یعنی 40 سال به این طرف صورت گرفته و شدتش هم بیشتر شده، یگانه دلیل عمده که مردم افغانستان نسبت به تحقیقات و شواهد اینی صورت گرفتن ناشی از جنگ است که مردم افسرده شدن و به افسردگی هستن شدیدن. و دوم این که اقتصادشان بسیار زیاد ضعیف شده. یعنی این دو عامل بسیار بدبخت کننده است که مردم ها با افسردگی مواجه هستند. ببینید در 4 دهه قبل مردم افغانستان یگانه اگر کدام سیگرت میکشیدن، خصوصا جوانا وقتی که اگر نسبت به دیگران میدیدن میل سیگرت پیدا میکردن، ولی یک ریسفید کوچک برابرش او جوان مخفی میکرد، خود سیگرت گم میکرد. حالا ما میبینیم که بیش از 3 میلیون از اطفال گرفته تا پیرسالان ما، تا زن و مرد و جوان و نوجوانان ما به مواد مخدر مبتلا هستند. خود از این کشاندن مواد مخدر است ناشی از افسردگی است و یعنی مبتلا شدن به مواد مخدر
و مبتلا شدن به چرس، مبتلا شدن به تریاک، مبتلا شدن به مشروبات الکلی، خود از این عامل اونمو جگرخونی ها هست. به خاطر از این که یک از طرف دیگه اینا تشویق میشن، به خاطر که بازار پیدا کرده باشن، سودای همچون مردم شده باشه، از نقطه نظر مواد مخدر، تریاک و غیره که ما نام گرفتیم، بیشتر اینا را تشویق میکنه و اینا به لحظه که خوش باشن به دفعه اول از این استفاده میکنن، تشویق میشن و زمانی که بار اول و دوم اینا استفاده کردن محتاط میشن. وقتی که محتاط شدن به افسردگی روانه میشوند و ترک ازی باز هم به افسردگی مواجه میسازند. همینجاست که اکثر خشونت هایی که صورت میگیره در افغانستان نسبت به افسردگی است، نسبت به مواد است که اینا محتاط شدن و ترک عادت موجب مرض میشود. و همین مسئله است که بیشتر افرادی که به شراب مبتلا هستند فوق العاده عصبی مجاز هستند و آنها بیشتر بالای خانوادگی خود از خشونت کار میگیرن، از کم حوصلگی کار میگیرن و دست به قتل میزنن، دست به دزدی میزنن. ما می خست دزدی ها را گرفته تا عمده دزدی ها را که ما در وطن خود میبینیم، عاملش جنگ است، عامل دومش اقتصاد است، عامل سومش بیکاری است، عامل چهارمش عدم تربیت و پرورش ناسالم است که صورت گرفته. پس امی مکتب‌های بیشتر سیاسی که در دنیا صورت گرفته در افغانستان بیشتر مروج شده، این هم محتاط ساخته شانه. پس یکی را نسبت به افکار دیگر بدبین ساخته، ولی راه درست، هدف درست اینجا وجود نداره. همینجاست که مردم افغانستان به افسردگی مواجه است و این افسردگی باعث یک سلسله دلزدگی، دلسردی و عدم علاقمندی نسبت به همدیگر حتی در خانواده ها صورت گرفته. یک سلسله مشاجرات وجود داره و یک سلسله خشونت های فیزیکی و لفظی بیشتر در خانواده وجود داره که همگی ناشی از همون جنگ و خشونت است که صورت میگیره و یک بی سرنوشتی مردم ها مواجه است. میخوان که یک پناهی داشته باشن و حالا مردم ها پناه خود یافتن که یک تعداده به مواد مخدر کشانده میشن که هم عاملش هم افسردگی بوده و بازم که به مواد مخدر میرون افسرده تر میسازشانه، ترک شوه بازم افسرده میسازشان. ولی یک تداوی لازمه برای اینا کار است که مقاومت وجودشان بلند بره و تعلق به خود افراد میگیره که باید اراده قوی داشته باشند در مقابل مواد مخدر و مشروبات الکلی و بازی هیچ کس را نخورند تا مبتلا به این مرض نشوند. و چیزی که باید انسان توجه بکنه به آل خود که دوست داشته باشه خود را و تا دیگران را دوست داشته باشند. و زمانی که انسان دیگران را دوست داشت خود را دوست می داشته باشه و هرگاه خود دوست داشت دیگران را دوست می داشته باشه. پس چیزی که انسان باید همه چیز متعادل بسازه، باید انصاف و عدالت در یک کشور صورت بگیره و تطبیق قانون باشه به صورت درستش. بله جناب استاد، یکی از برادران ما در صفحه تلویزیون مشرانو جرگه پیام گذاشته بودن، گفتن که باید پرسش خود مطرح کنیم این که شکست عشقی یکی از عللای افسردگی بوده میتواند یا خیر؟ چون این برادر ما فکر کنم به افسردگی دچار شده است. خب سوال بسیار خوب است. عوامل گوناگون را که ما شما نام گرفتن، از جمله یکیش همین مسائل عاشق شدن یک پسر بالای یک دختر، یک دختر بالای پسر، سرانجام زیر احساسات افکار خود نادرست خود که میروند دست به خودکشی میزنند و حتی از زندگی دست خود را میشن که این شایسته یک انسان نیست. یعنی عقل سلیم یک انسان این را نباید قبول بکنه، باید منطقی و عاقلانه فکر بکنن. ما در جوامع بشری و همچنان در جامعه خود ما بسیار جوانای منور، جوانای خوب از طبقه ذکور و از طبقه اناث خود داریم. مقبول هم چنان داریم. قسمت و نصیب ما باورمند از نقطه نظر عقیدوی خود ما داریم که قسمت نصیب نبود دیگرش است، با آن نشد به دومش نشد به سیومش. طرفین مقابل همین چیزا فکر بکنن، به مو مقصد خود که به مو کسی را که خوش داشت و دوست داشت اگر نرسید از حالت زندگی خود نباید بکشن، یعنی خود نباید ببازن.
دومش است، سیومش است و این مسئله اساسی زندگی است. وقتی که انسان یعنی از یک همیشه وابسته بر یک چیزی باشه زندگی خود دست میده. یعنی توقع، فرق بین توقع و وابستگی اینجاست که انسان وابسته همه مسائل زندگی خود دست میده و وابسته به یک شی میشه، وابسته به یک فرد میشه، پس اختیار عام تام خود به وابستگی میگذاره، به فرد دیگر میگذاره، پس این زندگی خود جور کرده نمیتونه. مسائل عشق هم همینطور یک چیزه که کاملا انسان وابسته به یک عاشقی نباید باشه، زندگی خود دست میده، بلکه توقع داشته باشه. توقع یعنی بالاتر از توان مقابل خود انسان نباید داشته باشه. زمانی که انسان توقع بالاتر از توان دیگر کس باشد بکنه، پس همینجاست که اینجا باز امو یک سلسله جگرخونی و افسردگی به وجود میاد که دلزدگی و دل سردی نسبت هم دیگر و یک چیز بدبینی پیدا میشه. انسان کوشش بکنه که مطابق به توان خود و مطابق به توان دیگران توقع داشته باشه، چون توقع همیشه جانبین می باشه. اما وابستگی یک انسان صرف به یک چیز دیگه می باشه که اگر او از بین رفت خودش از بین میره. اگر انسان وابسته به یک انسان دیگه باشه، اگر او صلاحیتش گرفته شود، پس این انسان هم از دستش میره و یعنی اختیار زندگی خود از دست میده. پس انسان، من توصیه ما اینجاست که انسان کاملا وابسته به عاشق بودن خود نشود. پس میتونه که یک مقبول از دستش رفت، به دیدگاه خودش مقبول دیگری وجود داره که او میتونه که شریک زندگی شود، میتونه که محبوب زندگی شود و این یک اخلاص و یک درک مقابل اینجا کار است. یعنی از روی احساسات نباید صورت بگیره عاشقی، از روی درک و احساس هم دیگر باید باشه، شناخت هم دیگر باشه و وفاداری نسبت به هم دیگر خود باشه. ما یک در ارتباط سوال شما یک موضوعی از نقطه نظر دیدگاه روانشناسی عرض میکنم که این یک تجربه خودم است و یکی از کسی افسرده شده بود شدیداً، پیش روانشناس رفت چندین بار، چند جلسه، آیسته آیسته با امو امیدی که برش داده شد، با امو توصیه‌ای که برش صورت گرفت، از حالت دپرشن افسردگی کاملا رهایی پیدا کرد. این فرد جور شد، علاقمند به خود شد، علاقمند به زندگی شد، علاقمند به کار و بار خود شد، به فامیل خود، به دوستای خود شد، یک زندگی نرمال را قبلا داشت دوباره به دست آورد. خب چون وعده برش داده شده بود و اطمینان برش داده شده بود، این با مو دلگرمی زندگی خود آغاز کرد، پیش برد. زمانی که امو میادی که پوره شد، دید که به دسترس ما باز قرار نگرفت. وقتی که به دسترسش قرار نگرفت، این دوباره آهسته آهسته به افسردگی روان شد و به افسردگی مبتلا شد. هر قدری که باز پیش دکتر روانشناس بردن، هیچ تاثیر نکرد، نه توصیهش، نه تداوی و نه معلومات و نه آن چیزی که لازم بود در اختیارش گذاشته شد از نقطه نظر توصیه و هیچ اثر گذار. و روز به روز این فرد افسرده و مریض شد و نزدیک به دست به خودکشی زده بود. بالاخره یک روانشناس تونست که علاج اساسی شو بکنه. و این علاج اساسی آن چیزی که قبلا دوست داشت و آن چیزی که با طبق یک وعده برش گذاشته شده بود، دفعه اول به اختیارش گذاشته نشد، این به افسردگی مواجه شد. پس یگانه علاجی که کسی که یک چیزی را که بسیار دوست داره، خوش داره، به دسترسش قرار داده شود، نه به شکل بازی که بازیش بتن که امروز و فردا بسازن و او را به نقطه نظر اطمینانش حاصل بکنن دفعه اول و از رهایی مشکلات افسردگی خلاص شود و با او معیار و با او وعده و وعید که باز برش داده شده بود که به دستش قرار نتن و او مشکلش حل نکنن، باز به افسردگی میرن و او افسردگی لاعلاج میشود. پس چیزی که نتیجه به این شد که روانشناسا به این رسیدن که آن چیزی که وعده میشه باید با وعده وفاداری باشه. وقتی که اگر بازی بتین، فرد مضطرب و فرد که افسردگی دارن بار اول اگر علاج شود، اگر در اختیارش گذاشته نشود، این شدید به افسردگی میره، دست به خودکشی میزنه، احتمال خطرش میره که اما اطرافیان خود آسیب برسانه، به خود آسیب برسانه و آن چیزی که در دور برش او را از هم بپاشه و از بین ببره. بله جناب استاد، یک فرد عاشق زمانی که
دچار بیماری افسردگی میشه، چرا به طرف مشروبات، چرا به طرف دخانیات رو میآورد؟ دو دلیلش است. یکی که ذهنیت های مجهولی را به او میرسانه که تو باید به او بروی، چون دیگرها را دیده که تو را به یک نوع از چنج یا تغییر فکری برات میرسانه، به او دور میشه از او، رو به سیگرت، رو به چرس یا رو به مشروبات الکلی و مواد مخدر میارن. پس همین جاست که یک اشتباه است که صورت میگیره و دیگرها همچنان تشویقش میکنن که بیا ما امی چیزی را مثل که خودت بودم ما از استفاده کردم، فراموشش کردم، حالتم خوب شد، در حالی که او غلط است، اشتباه محض است. او خود بازی داده و دیگرها را میخواد بازی بده. یک مسئله است. مسئله دوم ای که اراده فرد ضعیف میشه. اینجا وقتی که انسان یک اراده قوی داشته باشه نسبت به همچون مشکلات، هیچ وقت رجوع به مواد مخدر و مشروبات الکلی نمیبره و همچنان خود را دست نمیده. میتونه که راه حل خوب را پیدا بکنه با یک فکر خوب، با یک مشوره خوب. بهترین چیزی که انسان به راه موفقیت میرسانه او عبارت از مشوره گیری و مشوره دیگی است. هیچ وقت انسان چیزی را که میخواد اقدام بکنه به یک کار، به یک چیزی را بخواد که از بین ببره و تعلق به جانبین میگیره یا تعلق به فرد دیگه میگیره، یک بار از او مشوره بگیره که من میخوایم امیر از بین ببرم، من میخوایم که می شاخ گل فرسوده شده یا نشده، من میخوایم که امیر تبدیل بکنم، آیا مشوره خودت است؟ با خودت من مشوره میکنم. این فرد مقابل احساس شخصیت میکنه و افتخار میکنه و خوش میشه. اگر رضایتش می بود میگه بله، اگر رضایتش نبود میگه نخیر، من از یک چیز دیگر خوب جور میکنم. بازو کسی که تصمیم به آن داره میتونه تصمیم در یک مورد دیگه بگیره. اگر به مشوره باشه، به صلاح باشه، واقعا طرف مقابل خود هم عصبی میسازه، هم افسرده میسازه، هم جگرخون میسازه، یا خشونت لفظی امکان داره که یک لطکوب هم به وجود بیاره. بله جناب استاد، از دست دادن یک دوست، از دست دادن یک برادر، از دست دادن یک راهنما چرا بر افسردگی تاثیر مستقیم داره؟ ببینین میگه جگر دیگر است. اعضای خانواده جگر انسان می باشد. دوستای همیشگی انسان، وفادار انسان من حیث یک خانواده آدم می شود. پس زمانی که از هر طریقی که او دوست آدم یا یکی از اعضای خانواده آدم از بین می رود، طبعا امو خاطراتش، امو دید و بازدیدهایش از بین می رود و امو واقعا قلب انسان جهردار میشه، پاره میشه. همینجاست که انسان نسبت به امو هرگاه چیرش، هر رفتارش، گفتارش در ذهن انسان مجسم میشه، انسان به امو افکار پریشانی و جگرخونی و افسردگی میکشانه. پس کوشش بکنن که مردم افغانستان ما که امروز ناشی یکی از عوامل افسردگیشون همین چیز است که از اثر جنگ ها، از اثر انفجار، از اثر کشتارهای ناحق و دزدی هایی که صورت میگیره، راگیری هایی که صورت میگیره، او را مجروح میسازن، او را زخمی میسازن، او را میکشن. همه اینها برای اعضای خانواده یک جگرگوشه است، برای دوستاش یک جگرگوشه است. پس او بسیار مشکل است و غیر قابل تحمل است که او دوستش روز زنده و جور تیار می باشه، روزی از بین می روه و انسان هم اعضای فامیلش به خصوصا مادرانه، خصوصا خواهرانه، برادرانه به افسردگی آن برادرش یا جوانش یا مادرش یا خواهرش یا برادرش یا پدرش که از بین میره، دیگراش به افسردگی میکشونه. که اینمی یعنی دیده به دانسته چرا انسان از بین ببره که برای دیگر هم نوی خود یک افسردگی را خلق بکنه، نباید بکنه. بله جناب استاد، کدام اعمال است که در کاهش افسردگی خیلی موثر شده میتواند؟ اعمال خوب، بله. فکر خوب. ببینید نیت نیک، کردار نیک، پندار نیک، افکار نیک که صورت بگیره، هیچ وقت نمیتونه که انسان به یک انسان ضرر برسانه و طرف مقابل خود افسرده بسازه تا خود افسرده بسازه. بهترین راه نجات هر انسان افسردگی انسانیت نسبت به هم دیگر خود است، نسبت به همنان خود است. چی از ابتدایی افراد گرفته تا سطح بالای یک کشور، با سطح یک جهان که آنها صاحب قدرت هستند، صاحب همه چیز هستند،
نباید باعث افسردگی دیگرها شوند، خصوصا از نقطه نظر جنگ. بله جناب استاد تماس جواب میتیم. بله بفرمایید. تلویزیون مشرانو جرگه برنامه تغییر است. بله بله بفرمایید برادر عزیز، پرسشتان مطرح سازید. برنامه تغییر است. بفرمایید برادر عزیز. بله جناب سیناری صاحب، من فرید هستم از بنظنگ به تماس شده. بفرمایید. من سوال داشتم از جناب استاد که من 7 سال میشه عروسی کردیم، 2 تا طفل دارم و 2 طفل پسر است، یکی 6 ساله است و دیگرش 2 ساله است. یاد چی صحبت درست نمیکنه، من کلانیش که 6 ساله است آنها درست صحبت کردن نمیتونه بدون چند گپش خواد و دیگه خوردیش که 2 ساله است آنها برگشتن نیامونه. دیگه از این لحاظ ما و مادرش بسیار افسرده هستیم و چندین دکترها بردیم. من گفتم باش که نظریه استاد دیگه دیگه چی مشوره میده. انشالله برادر عزیز منتظر پاسختان. بله جناب استاد پاسخ دارن از شما. برادر محترم ادای سلام باشه. سوال ما اینجاست که شما که ازدواج کردین از خون شریکی شما هستید یا بیگانه است شریک زندگیتان؟ شاید چی خیشان باشه اما دور هستن خیلی، بخاطر که من خودم یک تشکیل هستم و یک تاجیک هستم بسیار فرق میکنه، واز یک ولایت دیگه تو از یک ولایت دیگه. خب شما چی در قدر نواتی فادرش میشنه. درست ما جواب میتونم برای شما. انشالله برادر عزیز منتظر پاسختان باشید. خب حالا دنیا پیشرفته شده. بله. معمولا ازدواج‌های امروز بر اساس یک معاینات طبی صورت میگیره. باید کسی که تصمیم میگیره ازدواج به عمل بیاره باید خون اردوی خود را معلوم بکنه که باید یعنی اختلاف خون باعث یا امی خون با خون که میگن یعنی خون شریکی میگن اکثر این مشکلات به وجود میاره. یعنی ممکن در لکنت زبان به وجود بیاره، ممکن اما قسمت های پایین یعنی مشکلات دست و پای خصوصا بیشتر به پایایی که کم شیمه می باشه و حرکت درست کردن نمیتونه، حالت انحرافی را پیدا میکنه و یا نقطه نظر دید چشم ضعیفی پیدا میکنه یا نقطه نظر عقلی پیدا میکنن. اینا اما خونشریکی خانواده ها باعث این میشه که امی موضوع را به وجود بیاره، این مشکل و امی علل به وجود بیاره. پس برادر ما باید حالا هر چی که شده یک بار پیش دکتر مراجعه بکنن، کم مسائل گروپ خون خود این را تشخیص بدن، توصیه دکتر با در قبال ازی بگیرن. دومی که اطفال خود پیش دکتر داخله و همچنان پیش دکتر عقلی و عصبی ببرن. از این 2 دکتر میتونن که اینا نظریاتش بگیرن و دکتر باز بر طبق معاینه دستورات طبی خود بر از اونا می داشته باشن و این یک راه حلش است که نباید که اینا افسرده شوند و افسردگی را بیشتر اختیار بکنن. پس امروز ساینس تکنولوژی و طب پیشرفته است، پیش همین 2 دکتر مراجعه بکنن، انشالله که معالجهشان میشه، توصیه دکتر گرفتن. بله بفرمایید. تلویزیون مشرانو جرگه برنامه تغییر است. سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید برادر پرسشتان مطرح سازید. بله دوستان عزیزمان که تماس میگیره برنامه یک موقعیت خوبتر انتخاب کنید. بفرمایید جناب استاد. و دیگر این که کوشش بکنن به جواب سوال برادر ما و معلومات عمومی میشن قبل از دوره حمل اینا کوشش بکنن که مشکلاتی که خودشان از دیدگاه مسائل طبی از دیدگاه مسائل بسا حجرات و ارگانیسم بدن به بسا مسائل مانند کلسیم، مانند پتاسیم، مانند ویتامین ها و پروتئین ها ضرورت داره. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. تماسم قطع شد. بفرمایید برادر از پرسشتان مطرح سازید. سوال ما قسم بود افسردگی هم بعضی وقتا من خودم بله دچار افسردگی میشه که در محیط کار یا بیرون از محیط کار باید کم جدیت رفتار میکنم و
و قسم دیگه که براتون بگویم زود تصمیم میگیرم سر یک موضوع. بله. از نظر استاد میخواستم بپرسم که چگونه علاج داره و چی باید بکنم؟ ببخشید برادر وظیفه شما چی است؟ بله وظیفه دکتر تغییر است. خب شما ازدواج کردین؟ شما ازدواج کردین؟ بله. ازدواج نکردیم مجرد هستیم. خب بسیار خوب. چند سال دارین شما؟ سن 24 سال. بسیار خوب. انشالله به خدمت هستم. منتظر پاسختان باشین برادر عزیز. بخیر باشین. خب سلامت باشین. خب در دوران قبل از این برادر ما یک جواب کوتاه دیگه به برادر قبلی ما کمی افسردگیشان کم شود تشویششان. خود در دوران حاملگی بسیار زیاد که مادر حمل میگیره کوشش شود که بیشتر کارهای ثقیله انجام نتن. یک دومی که ضرورت به نوع خوراکشان توجه شود به خاطر که اثرگذار است برای امو در رحمش که طفلشان در دوران رویان می باشد، در دوران نطفه می باشد، در دوران جنین قرار دارن، باید تغذیه درست مادر بکنن و این تغذیه درست باعث این میشه که اطفالشان خوب به دنیا و سالم به دنیا بیاید و کوشش بکنن که مادر همیشه خوشحال باشد در دوران. همیشه در زندگی خوشحالی خوب چیز است ولی خصوصا در دوره بارداری مادر باید بسیار خوشحال باشند. این تجربه است که باید برادر ما داشته باشند و از استفاده بکنن. من سر برادر که حالا تماس گرفتن خب بعضی افسردگی ها ناشی از عوامل خارجی می باشه، بعضی افسردگی ناشی از داخل محیط خانوادگی می باشه که بعضی گفتگوهای بین خواهر با خواهر می باشه، با برادر می باشه یا بین خواهر و برادر می باشه، با یک مسائل جزئی می پیچن بسیار زیاد یا تا مسائل عمده می پیچن بسیار زیاد. از روی احساسات صحبت میکنن، از روی اما احترام مطلق به هم دیگر خود نمی داشته باشند ولی به ظاهر می داشته باشند، به باطن قلبا نمی داشته باشه. این امی مسائل بعضی چیزهای دیگری خرد و کوچک و یا بزرگ خانوادگی دیگه هم است که من پیشتر اما اصل مشوره و مشوره گیری و مشوره یاد کردم همین چیز صورت نمیگیره. اینجاست که رفته ذهن انسان موریانه واره میخوره و انسان به افسردگی میکشونه و عقده‌مند میسازه در مقابل اطرافیان خانوادگی خود و آیسته آیسته دلسردی نسبت به خانواده کمال علاقه‌ایشون نشان میده و به بیرون رجوع میکنن. ولی درد خانواده به بیرون علاج نمیتونه شود ولی درد بیرون به خانواده میتونه علاج شود به شرط که خانواده‌های اماتور با صمیمیت باشن، با اصول باشن و همدلی و هم نظری داشته باشن، گذشت داشته باشن و واقعا عزیز همدیگر باشن. در این حالت است که افسردگی در خانواده وجود نمی داشته باشن و امی کم حوصلگی باعث افسردگی میشه، افسردگی باعث کم حوصلگی میشه. امی تقریبا امی افسردگی به بعض موضوعات برادر ما یاد کرد باعث عصبانیت بیشتر شده و کوشش بکنن که از احساسات کار نگیرن و از همه موضوعات مشکلات زندگی مردم افغانستان بسیار زیاد است، اما یگانه راه حلش باز هم همیست که انسان کوشش بکنه که از احساسات کار نگیره، یک اندازه حوصله تحمل داشته باشه. در این حالت است که میتونه انسان با مشکل فائق بیاید و گپشنه و نسبت به هم دیگر خود باشه. اگر در خانوادگی وجود داشته باشه بشنون که مقابل چی میگن، باز با تحمل با دلایل منطقی جواب طرف مقابل خود داشته باشن. یک فضای صمیمیت ایجاد میکنه، به حل مشکل میپردازن و انسان از احساسات کار نمیگیره و از احساسات هم کار نگیرن. در این حالت است که انسان آهسته آهسته به رو به خوبی و خوشی میروه و چیزی که انسان واقعا از زندگی پسمان میسازه کوشش بکنه که زود تصمیم نگیرن، با تحمل، با فکر و عجولانه تصمیم نداشته باشن. همینجاست که بر مشکلات فائق میان و برادر ما نباید که با یک سن که خوب هستن، یک سن بسیار دوره جوانی خوب و رو به پختگی تجربه‌گی هستن، اینا نباید از احساسات کار بگیرن و آن
کسی را که اینان در زندگی خود منظر داشتن و یا اگر دارن از دیدگاه روانشناسی کوشش بکنن که بسیار صمیمانه مطرح بحث بکنن، دغدغه دل خود. بله تا ای که در دلش باشه و به زبان نباشه. همین جاست که انسان بیشتر احساسات پیدا میکنه. تا که انسان کسی از چیزی خبر نباشه نمیتونه که در مورد کسی یک نظر داده باشه و نظر بده. پس کوشش بکنن که آن چیزی که در دل داره برای امو کسی که مورد از اعضای خانواده مورد اعتماد اطمینان بیشترش می باشه و کسی که برادر ما رو دوست داره در اعضای خانوادهش و این از اعضای خانواده خود بسیار اطمینان دوست داره باید مطرح بکنن، نه از احساسات کار بگیرن. پس همینجاست که زمانی که انسان از احساسات کار بگیره بسیار مشکلات دیگر اینجا به وجود میاد و همینجاست که تنفر بیشتر شده میره نسبت به اعضای خانواده. حتی همین احساسات باعث این میشه که در جار و جنجالای دیگر به وجود بیاره، هم در خانواده هم در بیرون کاری که در آن محیطی که انسان می داشته باشه با دوستای خود با همکاران خود زود احساساتی نشان بده. یعنی یک نوع جنگ می احساسات یعنی نه یک نوع جنگ است. پس بالاخره در مقابل خود هم میبینه همچون حرکات بالمثل میبینن. پس اینجاست که گزاره نمیشه و انسان کوشش بکنه که از روی احساسات کار نگیره، از روی سازگاری کار بگیره. بله جناب استاد، روان درمانی در کاهش افسردگی چگونه کمک میکنه؟ روان درمانی واقعا که انسان بیشتر در مسائل سازگاری انسان ها نسبت به مسائل زندگی میرسانه، سازگار میسازه و آیسته آیسته انسان قناعت میده و امی قناعت انسان که پیدا کرد واقعا از احساسات بیشتر کار نمیگیره و روان درمانی واقعا لحاظ فکری انسان راحت میسازه، آرام میسازه، یعنی راه حل برش نشان میده و این راه حل انسان کمک میکنه که به طرف آرامش و به طرف موفقیت برسه و انسان امیدوار به زندگی میسازه، به کارهایش میسازه. روان درمانی واقعا یک تداوی خوبی روانی است که نسبت به روانشناسا با کسی که با مشکلات مختلف روانی انسان مواجه است این دیدگاه بسیار خوب است. ما در نقطه نظر روانشناسی یکی روان درمانی است، یکی روان کلینیکی است. یعنی انسان از دیدگاه کلینیکی که او بیشتر به وخامت افسردگی انسان مواجه میشه و نسبت به همه چی در سر میشه، بالاخره توسط دوا او تشخیص اما مشکل اساسی روانی توسط دکتر سایر کلینیکی میشه، باز اگر لازم بود به سر میشه، اگر لازم نبود توسط دوام صورت میگیره و کوشش بکنن که از دوا بیشتر استفاده نشه. خود دوا انسان معتاد به آن میسازه، اگر دوا خورد آرام است، اگر نخورد باز به مشکل مواجه میشه و کوشش بشه شود که تا به وخامت نرسیده روان درمانی بهترین راه تداوی است. جناب استاد، من که ابتلا به بیماری افسردگی هستم، بهترین و مناسبترین راه از دیدگاه شما و از دیدگاه علم روانشناسی کدام است؟ روان درمانی یا مصرف قرص؟ مصرف یعنی روان درمانی بیشتر ما طرفدارش هستم. بله. و تا قرص، خود قرص یک مواد کیمیاوی است، او نوع مقدار معین دوزی از مواد مخدره در ترکیب خود داره که انسان او بخوره اعصاب آرام میسازه، یعنی به خواب میبره و زمانی که امو دوز امو مواد تاثیراتش کم شد باز انسان به مو مواجه میشه که دوا باز باید بگیره. رفته رفته یک تابلتش به 2 تابلت تبدیل میشه، 2 تابلت به 3 تابلت تبدیل میشه و حتی اثرات دوا کاملا از بین میره و انسان بسیار به افسردگی مواجه میسازه. ولی روان درمانی بهترتر از دوا میباشه. جناب استاد، از دیدگاه شما یک فرد که به بیماری افسردگی دچار هستند، توصیه شما برای آنها چی است؟ ورزش، موسیقی یا مطالعه کتاب؟ چند چیز بسیار خوب شما یاد کردین. اولا خب باید روان درمانی شوند و دیگه خود درمانی اینجا وجود داره. خود درمانی همین جاست که کوشش بکنن که موسیقی آرام بیشتر بشنون، موسیقی شاد بیشتر بشنون و همیشه کوشش بکنن که ورزش بکنن. ورزش بهترین دوا برای سلامتی صحت روانی و جسمی انسان می باشه. کتاب مطالعه بکنن و همیشه از گلها استفاده بکنن. اگر کسانی که حولی دارن باید از گلدانیای گل بیارن، از بازار بخرن. همیشه
زمین بیل بزنن، تخمای گل بکارن و آبیاری بکنن، گل که سر زد همیشه او را خیشاوه بکنن. یعنی یک مصروفیت بسیار سالم است. دیگر این که همیشه در گرمی هفته 3 بار انسان غسل بکنه، در ایام زمستان هفته 1-2 بار انسان غسل بکنه. اینی غسل واقعا انسان بشاش میسازه، سبک میسازه. آب گرم یا آب سرد؟ خب آب شیرگرم بیشتر موثریت خود داره و بعضیا در مقابل آب سرد حساسیت دارن، بعضیا در مقابل آب گرم حساسیت دارن، اما بهترین آب شیرگرم است که اصل تعادل در نظر میگیرن. بعضی برداشت داره وجود که با آب سرد بسیار خوش میشه، آب سرد بگیرن، بعضیا اما آب شیرگرم بسیار موثریت خود داره. غسل بهترین چیز است و واقعا کوشش بکنن که انسان اما مسلمان ها اما 5 وقت نماز خدا که بخونه، یک نوع انسان راحت میشه، احساس راحتی میکنن. اینا همگیش یک راه معقول رفع افسردگی یعنی خوددرمانی همه چیز میباشه. بله جناب استاد، و در کل یک فردی که به بیماری افسردگی دچار هستند بهترین کمکی که از دست ما میاد و از دسترس ما نیست قرار داره چی هست؟ بهترین کمک برای است که اولا انسان کوشش بکنه که به نوع خود هیچ نوع ضرر مادی جسمی روانی نرسانه. این بهترین یک تداوی است، بهترین یک کمک است. اگر بازم از جانب دیگر کسی بهش رسید کوشش بکنن که اما اختیارش به دست بیارن. یعنی مقصد از اختیار اما تبش است، تبش به وجود بیارن، تبش بخواین و همیشه کوشش بکنن که به آن چیزی که انسان ها به وسایل تفریحی دسترسی دارن در اختیارش قرار بدن و همیشه دوستانه کدش رفتار شود، دوستانه به امراج گفتار شود و گشت و گذارهای خوبی در جاهای خوبی داشته باشن و این میتونه که یک نوع همکاری و همدلی برای فردی که افسرده هست داشته باشه و اگر در مقابل بر ضدش عمل شود و همیشه بازی بتن، این افسردگیش بیشتر میسازه و احتمال خطرش بیشتر میره که خشونت افزا شود. جناب استاد تشکر و در پایان یک پیام خیلی کوتاه شما می داشته باشید. و پیام ما در افغانستان خصوصا که ما مردم خود بیشتر افسرده میبینیم، به حیث یک انسان، یک نوع بشر کوشش بکنیم که مردانوار در خدمت هر کس قرار بگیریم تا ای که قلبشان جریه دار بسازیم، چی از دیدگاه سیاسی باشه، چی از دیدگاه روانشناسی باشه و ما ضربه بزنیمش بر روح و روان فرد و چی از لحاظ جنگ باشه. بیاین یک کار بکنیم، یک بار در خدمت مردم مردانوار دست افتاده به زمینه و یک بار ورداریم. چی امی که لحاظ اقتصادی باشه که ما قدرتش داریم دستش بگیریم، چی لحاظ قدرت سیاسی داریم و افراد داریم، یک بار امی مردم مسکین از دستش بگیریم، از زمین ورداریم تا یک ما بیشتر مردم آرام ما را نارام بسازیم و مردم نارام ما را نارامتر بسازیم. ایرای انسانیت و مردانگی نیست، بلکه ما روح روان مردم شاد بسازیم، ما با او افتخار بکنیم، نه ای که ما از طریق جنگ مردم ما افسرده بسازیم، عزیزایش دست ببریم، که ایرای مردانگی انسانیت نیست. استاد محمد ابراهیم عزتی، استاد پانتون و روانشناس، سپاس از این که در برنامه تشریف آوردید جناب استاد. تشکر از شما. بخیر باشید. و در پایان از شما نیز سپاسگزارم که تا این دم برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه دیگر بدرود.